سال 2016 وقتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا داشت برگزار میشد، شاید برای اولین بار بود که در سطح بین المللی میدیدیم که همه رسانه ها دارن راجع به نقش شبکه‌های اجتماعی صحبت میکنن. در شبکه‌های اجتماعی خیلی پر جنب و جوش طرفداران دو طرف صحبت میکردن و اونجا بود که درباره انتشار اخبار جعلی خیلی گسترده صحبت شد. نه اینکه قبلش نبود، اما خب این بار خیلی پررنگتر داشت درباره نقش شبکه‌های اجتماعی صحبت میشد که چقدر میتونه تاثیرگذار باشه بر نظر رای دهندگان، حتی اگر که اونها اخبار جعلی باشه. یک نمونه من براتون امشب آماده کردم درباره هندوراس، کشوری در آمریکای مرکزی که به خاطر همین نقش شبکه‌های اجتماعی خیلی معروف شد که در انتخاباتش چقدر تاثیرگذار شد. و این گزارشی که می‌بینید درباره هندوراس بود که تایم مفصل پرداخته که چطور بر انتخابات هندوراس این شبکه‌های اجتماعی تونستن تاثیرگذار باشن. در این انتخابات 3 تا نامزد حضور داشتن. یکی از نامزدها همین خانم بود، خانم سیامورا کاسترو، که خیلی در نظرسنجی ها پیش بینی میشد که رأیش جلو هست. از طرفی اون نامزد حزب مخالف بود، یعنی اون حزبی که در اون زمان انتخابات بر سر قدرت بود، میدید که داره عقب میفته و ممکنه که ایشون به قدرت برسه. یک شب چند وقت قبل از انتخابات در یک ساعت مشخص ناگهان چند اکانت در فضای مجازی، مشخصا در توییتر، چند حساب کاربری همزمان با همدیگه این عبارت رو توییت کردند که به نظر میرسه خانم کاسترو میخواد با یک نامزد دیگه‌ای که به تازگی از زندان آزاد شده به دلیل پولشویی که انجام داده، در آمریکا زندان بوده، حالا او برگشته و حالا خانم کاسترو و او میخوان با همدیگه ائتلاف تشکیل بدن. اگر این خبر درست باشه، این حساب‌های کاربری در توییتر نوشته بودن اگر این خبر درست باشه و خانم کاسترو بخواد با او ائتلاف کنه، ما دیگه به او رأی نمیدیم. و ناگهان همه فضای توییتر شد همین خبر و دیگه کسی اصلا نگاه نکرد که آیا این خبر سندیتی داره یا نه، و به سرعت ظرف چند ساعت این تبدیل شد به یک خبر رسمی که این خانم با اون آقا میخوان ائتلاف بکنن و با توجه به اینکه اون آقا سابقه جرم داره و پولشویی کرده، پس این خانم هم در واقع همه شعارهایی که داده جعلیه و قابل اعتماد نیست و بیایید که رأی ندیم به او. بعدتر مشخص شد که در واقع این خبر رو 10 حساب کاربری اول شروع کردن به بازنشرش و بعدتر وقتی که اومدن نگاه کردن دیدن که اون کسایی که اول از همه اومدن زیر اون توییت های اولیه پاسخ دادن و در واقع فضا رو به نوعی داغ کردن، کلا 314 حساب کاربری بودن که این 314 حساب کاربری اغلبشون همون یکی دو روز بود که حسابشون رو ساخته بودن، یعنی حساب‌های کاربری کاملا جعلی که هیچ انسان واقعی پشتشون نبود، اما یک خبر جعلی رو منتشر کردن و این باعث شد که در نهایت خانم کاسترو به قدرت رسید، رئیس جمهور شد، اما بسیار بسیار ریزش آرا داشت و خیلی کمتر از اون چیزی که پیش بینی میشد. با رأی حدود 51% تونست رئیس جمهور بشه و هنوز هم جالبه که میگه هنوز هم خیلی ها در هندوراس فکر میکنن که واقعا این خبر صحت داشته و او تصمیم داشته این کاری رو بکنه، اما به خاطر فشارهای مردمی و این نارضایتی مردمی دیگه هیچ وقت این رو رسانه‌ای نکرده، در حالی که خبر از اساس جعلی بود و یه تعداد حساب کاربری تازه تأسیس و در واقع ربات ها داشتن اون رو بالا می آوردن. اما نکته جالب این هست که این خبرهای جعلی میتونه آش رو انقدر شور بکنه که حتی صدای رسانه‌های جریان اصلی رو هم در بیاره. حتی رسانه‌های جریان اصلی بگن که ما الان داره در اتفاقاتی که میفته دیگه نمیدونیم چی درسته چی غلطه. و به عنوان مثال تصویر بعدی رو اگر که دوستان نشون بدن، این گزارشی هست که واشنگتن پست منتشر کرده بود و واشنگتن پست گفت که بر اساس داده هایی که ما داریم، پنتاگون شخصا، پنتاگون در واقع وزارت دفاع امریکا، پنتاگون یه تعداد حساب کاربری داره که این حساب های کاربری علیه ایران خبر منتشر میکنه
و این حساب‌های کاربری اونقدر واقعی رفتار میکنن و حتی با کاربران ایرانی ارتباط میگیرن، باهاشون صحبت میکنن، در واقع باهاشون تعامل دارن که هیچکس باورشون نمیشه که اون پشت هیچ فرد واقعی ننشسته. اما در واقع دست وزارت دفاع امریکا. بعدتر نشریه کریدل هم اومد با استفاده از همین گزارش واشنگتن پست و همچنین گزارشی که استنفورد و گرافیکا منتشر کرده بودن، اومد گزارش مفصلی رو نوشت و با جزئیات توضیح داد که هر کدوم از این حساب‌های کاربری دارن چه محتوایی رو منتشر میکنن درباره اتفاقات مختلف و تلاش میکنن که تفرقه افکنی بکنن. و نکته جالب این هست که نه فقط در بین ایرانیان داخل کشور، بلکه حتی تلاش میکنن که یک ایران هراسی رو در افغانستان، در عراق جا بندازن و با جزئیات کامل در اینها منتشر شده و توصیه میکنم که اینها رو بخونید. در ایران هم رسانه‌های ایرانی همون رو ترجمه کردن، مفصل توضیح داده شده. و نکته جالب این هست که وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، یعنی همون جایی که مسئول حملات نظامی با سلاح سخت هست، همونجا فرماندهی این جنگ نرم رو هم بر عهده گرفته. وقتی که میگیم که جنگ نرم، در واقع اغراق نمی‌کنیم که واژه جنگ رو به کار میبریم. همین که چه جایی متصدی اون کار هست نشون میده که واقعا ما با یک جنگ مواجهیم. و خب در نهایت منجر میشه که توییتر یه تعدادی حساب کاربری رو غیر فعال میکنه و میگه که اینها متوجه شدیم که ربات پشتش بوده. اما در این جنگ روایت ها همونطور که عرض کردم باعث شده که حتی رسانه های جریان اصلی هم یک جاهایی گیج بشن که دیگه الان روایت اصلی کدوم هست، روایت درست کدوم هست، یا روایتی که باید ما پیش ببریم کدوم هست. تصویر بعدی رو ببینیم. گزارشی هست که CNN منتشر کرده و میگه که در ایران ما شاهد یک جنگ روایت ها هستیم و حتی خود همین رسانه ها هم در راستی آزمایی، حالا اونطوری که نوشتن، در راستی آزمایی اخبار دچار مشکل هستیم. یعنی حالا اگر هم بخوایم راستی آزمایی هم بکنیم، اینقدر تعداد ربات ها زیاد شده که دیگه نمیدونیم که این هشتگی که الان بالا اومده واقعی هست یا ربات ها دارن اون رو بالا میارن و این کار رو خیلی سخت کرده. بعدی هم همین روایت رو داره آیز آف یوروپ که میگه که مثل یک شمشیر دولبه داره شبکه‌های اجتماعی عمل میکنه. همزمان که حالا به تعبیر اونها باعث میشه صداهایی شنیده بشه، همزمان میبینیم که باعث میشه که روایت‌های جعلی و غلط هم بیشتر بشه.